سینک ظرفشویی از چه زمانی استفاده میشه؟ متریال سینک های مختلف چیه و چگونه ساخته میشن؟ در انتخاب سینک به چه نکاتی دقت کنید؟ سلام، اینجا دکولبه و من امروز در مورد سینک ظرفشویی صحبت میکنم. تاریخچه سینک ظرفشویی چیه؟ سینک یک کلمه انگلیسی به معنای فرو رفتگیه و این اسم فارسی نیست. در زمانهای قدیم مردم برای شستن ظروف از سطل و تشت‌های بزرگ که با آب پر می‌شدن استفاده می‌کردند و تازه در اوایل قرن 19 بود که سینک‌های سنگی با حفره‌هایی برای خروج آب مخصوص شستشوی ظروف ساخته شد. اما کم کم این سینک‌ها تغییرات زیادی کردند و سینک‌های چوب‌دانی لعابدار ساخته شدند. ولی این سینک‌ها هم که ایراداتی مثل زنگ زدگی و نشت آب را داشتند، در قرن 20 با سینک‌های بهداشتی که به راحتی تمیز و تعمیر می‌شدند جایگزین شدند. در دهه 50 میلادی با تولید کابینت‌های فلزی، سینک‌های استیل هم به بازار عرضه شدند. این سینک‌ها علاوه بر رعایت اصول طراحی مهندسی، ظریف و زیبا بودند و جای شیر ظرفشویی رو هم به روی خودشون داشتند. نمونه‌های پرطرفدار سینک که در بازار موجوده عبارتند از سینک‌های استیل، سینک‌های گرانیتی، سینک‌های شیشه‌ای و سینک‌های کورین. سینک‌های استیل برای ساخت سینک ظرفشویی استیل اکثراً از ورق‌های استیل 304 و 430 در انواع مات و براق استفاده میشه. بدیهیه که قیمت ورق استیل 304 یا 430 روی قیمت سینک ظرفشویی تاثیرگذاره. استیل 304 حاوی کروم و نیکل با درصدهای کروم بین 18 تا 20% و نیکل هم بین 8 تا 10.5% هست. این نوع استیل وابسته به خانواده فولاد ضد زنگ آستنیتیه و واکنش الکتریکی و گرمایشی محدودتری نسبت به فولادهای کربنی داره و خواص مغناطیسی نداره. استیل 430 حاوی کروم و درصد کمی نیکله. محتوای کروم بین 16 تا 18%، در حالی که میزان نیکل اون حداکثر 0.5%. واضحه که ورق 304 قیمت بالاتری نسبت به ورق 430 داره و اغلب تا 1.5 برابر قیمت بیشتری داره. بنابراین جنس ورق استفاده شده تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده سینک داره. ضخامت ورق استفاده شده در سینک هم مهمه. ضخامت ورق‌هایی که در سینک‌های استیل استفاده میشه معمولاً بین 6 دهم تا 1.2 میلیمتره. هرچه ضخامت ورق بیشتر باشه، سینک استحکام بیشتری داره و در برابر فشار اجسام سنگین بهتر مقاومت میکنه. یک راه ساده تشخیص ضخامت مناسب ورق سینک بررسی لگن سینکه. از اونجا که ورق تحت فشار پرس میشه و به شکل لگن در میاد، در صورت نازک بودن ورق از حالت یک دست خارج میشه و موجهای کوچیک روی بدنه لگن به وجود میاره که با کمی دقت قابل تشخیصه. از عوامل تاثیرگذار مهم در قیمت سینک عمق لگنه که هرچی عمقش بیشتر باشه متریال بیشتری برای ساختش به کار میره و قیمت سینک رو افزایش میده. عمق سینک‌های موجود بین 16 تا 22 سانتیمتره. شکل ظاهری لگن هم در قیمت سینک استیل تاثیرگذاره. هر چقدر لگن سینک گردتر باشه، متریال کمتری در ساختش به کار رفته و حجم مخزن کمتری داره و برعکس هر چقدر گوشه‌های لگن به مربع نزدیکتر باشن، لگن سینک فضای بیشتری رو ایجاد و قیمت بالاتری داره که این در نتیجه مصرف بیشتر ورق و صرف زمان بیشتر برای کار روی سینک. در هنگام انتخاب سینک استیل به شیب سینی سینک هم دقت کنید تا شیب به سمت لگن باشه و احتیاج به مصرف آب برای آبکشی کمتر بشه. پس در انتخاب سینک استیل به این موارد توجه کنید: جنس و ضخامت ورق، عمق و شکل لگن و شیب سینی. سینک‌های استیل در طول‌های 60، 80، 100 و 120 سانتیمتر در بازار موجود هستند. البته نمونه‌های متفرقه برای مصارف خاص هم موجوده که کم مصرف‌تر هستند. این سینک‌ها در 3 نمونه تو کار که با برش صفحه کابینت جایگذاری میشه، روکار که کل فضای صفحه کابینت رو پوشش میده و احتیاج به صفحه نداره و زیر صفحه که مخصوص صفحات کورین و کوارتز هست ساخته میشن. از ایرادات سینک استیل سر و صدای طوری که حتی برخورد قطعات آب به اون هم صدای زیادی داره، چه برسه به قاشق و چنگال و بشقاب. هر چند سعی شده که با اضافه کردن فوم به زیر لگن این صدا کنترل بشه، تأثیر زیادی در کاهش صدا نداشته. در کل سینک‌های استیل در بین سینک‌ها از قیمت مناسب‌تر، تنوع بیشتر و کارایی بالاتری برخوردار هستند و این باعث شده خریداران بیشتری داشته باشه. سینک‌های گرانیتی
نام اصلی این سینک‌های کامپوزیتی گرانیته و نکته‌ای که اغلب مصرف کنندگان از اون اطلاع ندارن اینه که این سینک‌ها کاملا از گرانیت ساخته نشدن و ترکیبی از پودر سنگ گرانیت و رزین آکریلیک هستن و به دلیل شباهت ظاهری به سنگ‌های گرانیتی به سینک گرانیتی مشهور شدن. سینک‌های گرانیتی مرغوب معمولاً از 70 تا 80% پودر سنگ و 20 تا 30% رزین ساخته شدن. هر چقدر پودر سنگ بیشتری توی این سینک‌ها به کار رفته باشه، ظرافت و مرغوبیت بیشتری دارن و برعکس اگه پودر سنگ کمتری در ساخت اونها استفاده شده باشه، ظاهر پلاستیکی پیدا می‌کنن که راه شناخت سینک گرانیت نامرغوب همینه. کیفیت رزین آکریلیک به کار رفته در این نمونه سینک نقش مهمی در مرغوبیت اون داره. این رزین ها که در ساخت دندان مصنوعی هم کاربرد دارن، سازگاری بالایی با شرایط متفاوت آب و هوایی و مقاومت مکانیکی بالایی دارن. این رزین به عنوان نگهدارنده مواد استفاده میشه و از متخلف شدن ساختار سینک جلوگیری میکنه. از طرف این رزین خاصیت آنتی باکتریال و ضد لک هم داره. از ایرادات این نمونه سینک ها شکنندگی اونهاست که در صورت برخورد جسم سنگین مثلا زودپز احتمال شکستن اونها زیاده. ایراد دیگه این سینک ها اینه که به دلیل ساختار سنگیشون در صورت افتادن ظروف روی اونها به راحتی میشکنن. از طرفی به دلیل سادگی تولید این سینک ها که تنها احتیاج به رزین، پودر سنگ و یک قالب ساخت داره، نمونه های متفرقه زیادی در بازار وجود دارن که شناخت کیفیت مطلوب رو حتی برای اهل فن هم مشکل میکنه. سینک گرانیت نامرغوب علاوه بر لکه‌گیری و تغییر رنگ سریع، لعاب خودشون رو هم از دست میدن و به راحتی خش و خط روشون میفته. سینک های شیشه‌ای. این سینک ها از ترکیب سینی شیشه‌ای و لگن استیل ساخته میشه و اغلب در رنگ‌های سفید مشکی تو بازار موجود هستن. این سینک ها ظاهر زیبایی دارن و تمیز کردن اونها به واسطه سطح صیقلی شیشه آسونه، ولی ایراد بزرگ اونها سطح یه دست سینی اونهاست، طوری که آب به راحتی از سینی سینک بیرون میریزه و با یه ظرف شستن ساده اطراف سینک رو خیس میکنه. سینک های کورین. سینک های کورین از موادی ساخته شده که خواصی مثل مقاومت در برابر حرارت، ضد لک و جرم و آنتی باکتریال بودن داره و به دلیل ساختار یکپارچه و بدون درز از تجمع باکتری و میکروب در شکاف‌ها جلوگیری میکنه. این سینک ها که غالباً همراه با صفحات کورین استفاده میشن، قیمت بالاتری نسبت به بقیه نمونه ها دارن و زیبایی خاصی رو به کابینت میدن. این سینک ها در طرح‌های زیادی قابل سفارش هستن و نکته جالب در مورد اونها اینه که قابلیت پالیش چند باره رو دارن، طوری که چهره سینک رو به روز اولش برمیگردونه.